سلام به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: معرفی اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی، امیدواری اونما به بازگرداندن اعتماد به دموکراسی. رئیس جمهور غنی میگوید که اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نباید زیر فشارهای سیاسی و قومی بروند. قبل دوامدار و حدس و رسته او توانیدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتی شکایاتو د کمیسیون کمیشنران د کاملا شفاف پروسیدلار غوره کړو. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در معرض خطر مداخلات سیاسی. سازمان جهانی شفافیت میگوید که نشانه‌هایی از مداخلات سیاسی در کار این مرکز وجود دارند. هنگامی که 10 نهاد مبارزه با فساد اداری داشته باشید، دشواری‌های مانند مداخله کاری وجود خواهند داشت. افزایش کشت پنبه در افغانستان، فرصت مناسب به ایجاد کارخانه‌های نساجی. در افغانستان به گونه میانگین سالانه 59,000 تن پنبه برداشت می‌شود. یکی از مشکلات همین است که این بخته بی‌کیفیت، بخته مصنوعی که از مواد کیمیایی ساخته می‌شود، قراره که شنیدیم ضرر زیاد هم دارد. و هشدار امریکا از احتمال حملات تازه داعش در اروپا. دولت امریکا از شهروندان این کشور خواسته است تا از گشت و گذار در محلات پر رفت آمد در اروپا خودداری کنند. من فؤاد امان هستم. سرانجام پس از گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی درباره گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، رئیس جمهور غنی امروز در 2 فرمان جداگانه اعضای این کمیسیون‌ها را معرفی کرد. رئیس جمهور میگوید که در گزینش اعضای کمیسیون‌ها توازن قومی در نظر گرفته شده است، اما رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که نباید آنان زیر فشارهای سیاسی و قومی بروند. رئیس اجرایی نیز میگوید که گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نشانه‌ای از عملی شدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی است. پس از 18 ماه از آغاز روند اصلاحات انتخاباتی، حکومت وحدت ملی این چهره‌ها را به حیث اعضای تازه کمیسیون مستقل انتخابات برگزید. نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، محاذالله دولتی، رفیع الله بیدار و گلاجان بدی سیاد. حکومت غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، غلام رضا روحانی، همیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی را به حیث اعضای تازه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی معرفی کرد و این 12 تن سوگند وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور در هنگام معرفی این افراد بر مستقل بودن کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید که نهادهای داخلی و جهانی بر کار این کمیسیون‌ها نظارت خواهند کرد. مقل دوامدار و حدس و رسته او توانیدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتی شکایاتو د کمیسیون کمیشنران د کاملا شفاف پروسیدلار غوره کړو او په دې ډول د انتخاباتو په لور یو ډیر مهم ګام واخلو. بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی به میان آمدن اصلاحات در نظام انتخابات و گماشته شدن اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی از اولویت‌های این حکومت بود که سرانجام یکی از این تعهدات عملی شد. یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی که انجام اصلاحات انتخاباتی بود و در این راستا تعیین کمیشنران انتخاباتی امروز عملی میشه. خداوند سپاسگزار هستیم. در حالی که در شرایطی که افغانستان قرار دارند، همه مردم افغانستان و همکارای بین المللی ما از ما توقع دارند که با وحدت، با همکاری و با همدستی و همیاری برنامه ها را پیش ببریم و چالش هایی را کشور ما با او مواجه است با او مقابله کنیم. رئیس جمهور بر اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی روند توزیع شناسنامه های برقی تاکید می‌ورزد. تنظیم طرح جامع حوزه های انتخاباتی و تهیه تقویم انتخابات و تعیین تکلیف کارت های رایدهی و ثبت نام رای دهندگان تدابیر لازم را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه برای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان اتخاذ نمایند.
در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید شده است که اصلاحات انتخاباتی به گونه بیدرنگ به میان آید، اما این تعهد پس از بیش از 2 سال عملی شد. از سوی دیگر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از گزینش کمیشنران جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال می‌کند. یوناما در خبرنامه میگوید که این اقدام نشان دهنده مرحله جدید برگشتاندن اعتماد مردم به نهادها و روند انتخابات است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در این خبرنامه تاکید کرده است که کمیسیون‌های انتخاباتی مسئولیت مهم دارند تا جدول زمانبندی انتخابات را آماده سازند. در این خبرنامه آمده است که یوناما کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تشویق می‌کند تا با تمامی کارمندان این کمیسیون‌ها به گونه شفاف و بی‌طرف کار کنند. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با من حضور دارد. خیلی خوش آمدید آقای ایوبزاده. شما از جمله کسانی هستید که بالای چگونگی گزینش نامزدهای کمیسیون‌های انتخاباتی در کمیته گزینش انتقاد داشتید و کار این کمیته و این روند در واقع غیر شفاف گفتید. حالا که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شدند و کمیسیون‌های انتخاباتی راه پیدا کردند، چی میگین؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیونتان. بدون شک ما مطابق یافته‌های نظارتی خود باز هم تاکید میکنم که کمیته گزینش معیارهای شفافیت نقض کرده و مداخله صورت گرفته در کارشان و به یک نحو شفافیت حاکم نبوده و بس این که افراد انتصاب شدن به عنوان کمیشنر در نهادهای انتخاباتی آغاز یک روند میتونه باشه، ولی اصل موفقیت و هدف نیست. هنوز ما راه بسیار طولانی رو در پیش داریم برای اصلاحات شاهده بایدی که بتونه سیستم تقویت کنه و پروسه رو تقویت کنه و بالاخره ما رو شاهد برگزاری یک انتخابات قابل قبول بسازه. و فکر میکنم هنوز وقت زیاد داریم و قبلا قضاوت پیش در موردش قضاوت نمیکنیم. اجازه میدیم که افراد کار خود انجام بدن. این افراد چگونه میبینین؟ آیا اینها آنگونه تعهد صورت گرفت از جانب رئیس جمهور و رئیس اجرای بی‌طرف هستند مستقل خواهند توانست کار کرد؟ وقتی که ما با دستاورد کار کمیته گزینش موافق نبودیم و او دستاورد خلاف معیارهای شفافیت بود و مداخله صورت گرفته بود، عملا به این معنا افرادی که امروز انتخاب شده یا انتصاب شده کسایی هستند که از اون دستاورد کمیته گزینش است. این اشتباه بزرگ کمیته گزینش کرد که امروز با همچین یک مسئله ما مواجه شدیم. درست است که چهره‌های جدید شما امروز می‌بینید، چهره‌های جدید هست، جوان هست، شاید تحصیلات خوب داشته باشند، ولی با تاسف که اکثریت مطلق تجربه انتخاباتی ندارند و اینا در یک ساحه میرن کار میکنن که یک ساحه و فصل جدیدی است برای کار انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی. ما در زمان 2002 و 9 4 5 نیستیم. ساختار انتخاباتی بحث اعتماد یکی از اهداف بزرگ اعتماد سازی است که آیا اینا کسایی هستند که بتونن اعتماد سازی کنن یا خیر. بحث دیگه مدیریت و رهبری تکنیکی پروسه انتخابات در افغانستان است که معرفی همچون افراد دشواری‌های خود داره، چالش‌های خود داره. ما هم نگرانی‌های خود با انتخاب و انتصاب افراد جدید به نهادهای انتخاباتی داریم که ممکن مدیریت و رهبری انتخابات یکی از چالش‌های بزرگ خواهد بود در آینده با وضعیتی که در افغانستان حاکم است. بحث وابستگی هم یکی از مشکلات و نگرانی ما هست. افرادی که امروز انتخاب شدن و انتصاب شدن وابستگی تعدادش وابستگی داره به سیاسیون که ممکن تاثیرگذار باشه در کار بی‌طرفانه و تکنیکی و مسلکی نهادهای انتخاباتی. در کنار نگرانی ماهی است که باز هم مداخله حکومت در کارهای انتخاباتی یکی از نگرانی دیگر است که ممکن استقلالیت کار کمیته گزینش اما آقای ایوبزاده، معاون سخنگوی ریاست جمهوری شاه حسین مرتضوی در برنامه فراخبر گفت کسانی که نتونستن با کمیسیون‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و نقش در کمیته گزینش داشته باشند به همین خاطر از گزینش اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد دارند. دیگر دلیل وجود نداره برای انتقادشان. اونا سیاسی برخورد میکنن ما تکنیکی. اصلا دارن که در واقع این افراد وابستگی سیاسی به سران رهبران حکومت وحدت ملی دارن. امکان نداره وقتی که حکومت از آغاز میخواد مهندسی کنه فرمان سیمی را از آغاز استقلالیت کار کمیته گزینش زیر سوال بردن. در فرمان سیمی نوشته است که در ترکیب کمیته گزینش گفته شده که رئیس کمیته گزینش عضو سر محکمه باشه. از اونجا استقلالیت کار خود محل یا مقر کار کمیته گزینش اداره امور در کجا قانون نوشته است؟ سکرتریات کمیته گزینش اداره امور. حکومت اگر مهندسی نمیکرد، تمایل نمیداشت، غرض نمیداشت، چرا تلاش کرد که در قانون استقلالیت زیر سوال ببره
و مقر کمیته گزارش اداره امور قرار بده. اینا از آغاز یک تیم، یک هسته بیرون از حکومت است که اطرافیان حکومت حمایت میکنه و تلاش را گرفته که این کار مهندسی شود. اما آقای ایوب زاده، یونما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از این کار استقبال کرده و گفته در واقع این اقدام گام است در جهت برگشتاندن اعتماد مردم بالای نهادهای انتخاباتی در افغانستان. ما میگم گام نیست، آغاز یک روند است تا زمانی که افراد جدید ثابت نکنن خوره که واقعا میتونن کار کنن، تا زمان اعتماد ساخته نمیشه، احیا نمیشه. یونما دیپلماسی کرده اینجا و مجبور است به عنوان یک کشور خارجی، به عنوان یک چتر به نام ملل متحد دیپلماسی خود داشته باشه و اکثر وقت به واقعیت‌های موجود توجه نمیکنه و مطابق اهداف خودشان پیام میتن و اظهار نظر در یک مورد میکنن. درست است که آغاز یک روند است، ما از این پوشی نمیکنیم بر رفتن به طرف اصلاحات، اما یک تضمین بر اعتماد سازی نیست. تضمین زمانی تو میتونه ایجاد شود که اینا کار شایسته، مسلکی و بی‌طرف بتونن در نهادهای انتخاباتی انجام بدن. حالا رئیس جمهور غنی گفته که اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نباید زیر فشارهای سیاسی و قومی بروند. میتوانند این افراد به فشارهای سیاسی نه بگویند؟ آزمودن خطا است. شما ببینید همین حکومت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرد، چرا نتیجه کارش مورد استفاده قرار نگرفت؟ چند بار کمیته گزارش ایجاد شد، دو بار فرمان صادر شد. او زمانه میتونست که همین کاری که در فرمان سومی کرد در بار اول انجام بده. چرا؟ اگر واقعا اراده وجود می داشت. تنها در سیاست گفتاری، حالا مردم صداقت شما رو کاملا میفهمند، در سیاست گفتاری با شما کسی ایمان نداره. در عملتون ثابت کنین. در کمیته گزارش مداخله نمیکردین، کمیته گزارش مهندسی نمیکردین، افراد با تجربه را درسته که آیا شما میخوایم به عنوان یک شهروند از شما پرسان کنم، همین کسایی که معرفی شده کدامش تجربه مدیریت و رهبری انتخابات داره؟ اینا دوستان است، ما بهشون احترام دارم. در کنار از اینکه حالا گفتمش افراد با تجربه در کمیسیون‌های انتخاباتی کارنامه مطلوب از خود به جا نگذاشتند. اگر در واقع شما منظورتان از افراد با تجربه کسانی است در کمیسیون‌های انتخاباتی کار کردن؟ تجربه نیاز هست. تجربه یک راهنمودی برای بهتر ساختن امورات یک ساختار هست. مشکل از اونها مشکل تجربهشان نبوده، مشکل وابستگی بوده با حکومت قبلی که ما بازم نگران از تعداد از افراد که وابستگی به حکومت داره هستیم و این هسته که هر روز نفوذ میکنه صاحب قدرت میشه. که شروع شده هستهش از کمیسیون حقوق بشر. با تاسف ما نگران از هستیم که نشه به خاطر به قدرت رسیدن به انحصار قدرت پروسه ها و سیستم و چالش بزرگ مواجه. سپاسگزارم. نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از حضورتان در برنامه. سازمان جهانی شفافیت هشدار می‌دهد که هنوز هم خطرهای مداخله‌های سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری وجود دارد و گفته این نهاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از میان ده‌ها پرونده فساد تنها چند پرونده معدود و مشخص را کار می‌کند که این نشانه‌ای از دخالت‌ها در کار مبارزه با فساد در افغانستان است. اما لوی سارنوالی بر عملکرد مستقلانه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزد. هنوز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در آغاز راست که اتهام مستقل نبودن بر این مرکز وارد می شود. آن هم از سوی یک نهاد معتبر جهانی. سازمان جهانی شفافیت بر نیاز هماهنگی همه نهادهای دخیل در کار مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد. هنگامی که 10 نهاد مبارزه با فساد اداری داشته باشید، دشواری‌های مانند مداخله کاری وجود خواهند داشت و زمانی که 2 یا 3 نهاد روی یک قضیه کار می‌کنند، چنین مشکلات به بار می‌آیند. ایجاد یک کمیسیون تازه برای نظارت بر عملکرد نهادهای دخیل در کار مبارزه با فساد، به ویژه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، از خواستهای اساسی سازمان جهانی شفافیت است. امی که تصمیم گرفته میشه که کدام پرونده ها را مرکز عدلی و قضایی ببینه و کدام پرونده ها را نبینه، این مداخله سیاسی در کار قضا و این کار است که باید صورت نگیره و وقتی میتونیم که جلوگیری ازی بکنیم که نظارت مستقل از کار از اینا صورت بگیره. با این حال لوی سارنوالی هیچ دخالت سیاسی را در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نمیپذیرد. کدام کسی مداخله در اجراعات ما نداشته و اداره سارنوالی هم به هیچ وجه، به هیچ شخص، به هیچ عنوان بر کسی اجازه مداخله را نمیده. تا اکنون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تنها 2 دادگاه علنی را برای فیصله درباره پرونده‌های فساد اداری برگزار کرده است.
انتظار می رود که به زودی پرونده های دیگر نیز از سوی لوی سارنوالی به این مرکز فرستاده شوند. وزارت امور داخله میگوید که آمر حوزه هفتم پلیس شهر کابل پس از بازداشت به اتهام گرفتن رشوه زیر بازجویی ریاست بررسی جرم‌های سنگین این وزارت قرار دارد. آمر حوزه هفتم پلیس دیروز به اتهام گرفتن 50,000 افغانی رشوه بازداشت شده است. این افسر بلندپایه پلیس 7 ماه پیش به حیث فرمانده حوزه هفتم پلیس کابل گماشته شده بود. وزارت امور داخله می‌پذیرد که آمر حوزه هفتم پلیس کابل به اتهام گرفتن 50,000 افغانی رشوه از سوی ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شده است، اما وزارت امور داخله در این باره جزئیات به دست نمی‌دهد. قضیه همچنان در حال بررسی است و ما خب یکی از بخش از کارهای وزارت امور داخله است که با فساد مبارزه بکنه. این نهادهای ما که مسئولیت بررسی این قضیه ها را داره، اونا کار میکنن. آمر حوزه هفتم پلیس از 7 ماه بدین سو به حیث آمر حوزه هفتم پلیس وظیفه انجام میداد و پیش از آن کارمند وزارت امور داخله بود. اشخاصی که دارای رتبه جنرالی و یا که در بحث جنرالی کار بکنن، در صورتی که اشخاص مرتکب قضای فساد اداری میشن، رسیدگی به قضیهشان از صلاحیت‌های مرکز عدلی و قضای بازداشت و فساد اداری است. در 2 ماه اخیر ریاست بررسی جرم‌های سنگین 2 افسر بلندپایه را به اتهام گرفتن رشوه بازداشت کرده است. بزرگترین فاصله بین ملت و دولت ایجاد شده، همه و دلیل از این است که دولت نمیتواند تا به حال حتی جلب کسایی را که رشوه‌ستانی میکنند و از بدن خودش هستند او را بگیره. پیش از این یک سارنوال لوی سارنوالی با رتبه جنرالی نیز به اتهام گرفتن رشوت بازداشت گردیده بود. آمارهای وزارت احیا و انکشاف دهات نشان می‌دهند که 81% جمعیت روستاها به تشناب دسترسی دارند، اما از این میان 68% از تشناب‌های سنتی کار می‌گیرند، اما 19% روستانشینان از فضای باز کار می‌گیرند. وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که 58% روستانشینان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی دارند. از سوی هم وزارت صحت عامه یکی از علت‌های مرگ و میر کودکان و مادران را رعایت نشدن بهداشت، نبود آب بهداشتی و تشناب‌های بهداشتی می‌گوید. وزیر احیا و انکشاف دهات در نشست حفظ الصحه میگوید که هنوز هم 19% جمعیت افغانستان به جای تشناب از فضای باز کار میگیرند. 81% نفوس کشور یک نوعی از مدرسه‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. در همین حال وزیر صحت عامه میگوید که 68% جمعیت کشور به سهولت‌های بهداشتی و مسئول دسترسی ندارند. حدود 6.2% وفیات نزد اطفال کمتر از سن 5 سببش اسهال است و این سال از سبب عدم موجودیت دسترسی به افضلسیه مناسب و آب آشامیدنی می باشد. متاسفانه عدم دسترسی زنان و دختران و اطفال به آب پاک، دستشویی و رفع حاجات در شهرها و قصبات و حتی مکاتب بزرگترین معضل اجتماعی ما را تشکیل می دهد. استفاده از تشناب، نوشیدن آب صحی و مراعات کردن بهداشت شخصی به ویژه شستن دستها با آب و صابون می تواند مرگ و میر و بیماری کودکان را در افغانستان بسیار کاهش دهد. در این نشست نقشه راه جستجو می گردد که تمامی شهروندان تا سال 2025 میلادی به تشناب‌های بهداشتی و آب آشامیدنی بهداشتی دست یابند. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که رسیدگی به این موضوع در برنامه میثاق شهروندی جا داده شده است. در افغانستان وگون‌های میانگین سالانه 59,000 تن پنبه برداشت می شود. وزارت زراعت و آبیاری می گوید که با در نظر داشت روزافزون کشت و برداشت پنبه در کشور فرصت‌های مناسب برای ایجاد کارخانه‌های نساجی وجود دارد. آنان می گویند که این وزارت برای افزایش کشت و برداشت پنبه در کشور برنامه‌هایی را روی دست دارد.
پنبه یکی از فرآورده‌های مهم کشاورزی در کشور است که زمینه‌های مناسب را برای گسترش صنایع نساجی فراهم می‌سازد. سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری میگوید که با افزایش کشت و برداشت پنبه در کشور، کشاورزان درآمدهای مناسب را نصیب خواهند شد. یکی از مشکلات همین است که پخته بی‌کیفیت، پخته مصنوعی که از مواد کیمیایی ساخته می‌شود، قراره که شنیدیم ضرر زیاد هم داره، وارد افغانستان میشه و این در کنار از اینکه بازار آسیب رسانده، پخته مصرفی، پخته داشته داخل افغانستان تحت شعاع خود قرار داده. از سوی هم گفته می شود که در حال حاضر بخش بزرگی از پنبه مورد نیاز از کشورهای بیرونی وارد می شود. شماری از آگاهان بخش کشاورزی با در نظر داشت نقش مهم پنبه در رشد اقتصاد ملی میگویند که حکومت در کنار افزایش کشت و برداشت پنبه در کشور کارخانه‌های بزرگ تولید تکه‌های گوناگون را بسازد تا از یک سو درآمدهای کشاورزان افزایش یابد و از سوی دیگر زمینه‌های کار برای هزارها تن فراهم شود. باید پنبه‌کارای کشور در این قسمت تشویق کند، تخمای اصلاح شده زراعتی را در دستشان قرار بده و از طریق کوپراتیوهای زراعتی اینا را کمک و مساعدت کنه تا یا به تولید پنبه تشویق شوند و همچنان زمینه فروش محصولاتشان، زمینه فروش پنبه را وقتی که یا پنبه تولید میکنه مساعد بسازه. پنبه یکی از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی و از جمله نباتاتی است که بدیل مناسب کوکنار در کشور گفته می شود. در حال حاضر در 22 ولایت کشور پنبه دانه کشت می شود و تنها چند کارخانه پروسس پنبه در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، کندوز و هرات وجود دارند که فعالیت‌های محدود در پروسس پنبه دارند. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که فرماندهی پلیس کابل و گارد میوزیوم کابل در جلوگیری از حمله دیروز کوتاهی کردند. سرور دانش میگوید که مردم کوتاهی را در تامین امنیت این مراسم نمیپذیرند و از حکومت میخواهد که این رویداد را بررسی کند. از سوی هم رهبران حکومت وحدت ملی میگویند که هراس افغانان با حمله بر مسجدها و مراسم مذهبی در تلاش نفاق افغانی در میان مردم هستند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از احتمال حملات تازه در کشورهای اروپایی از سوی جنگجویان وابسته به گروه داعش و شبکه القاعده هشدار می‌دهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در خبرنامه‌ای از شهروندان آمریکایی در کشورهای اروپایی خواسته است که از شرکت در محلات پر رفت آمد در جریان کریسمس خودداری ورزند. اگر روسیه از سوی ناتو و ایالات متحده آمریکا تهدید شود، تأسیسات نظامی آنان را در اروپا نشانه خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین از گسترش ناتو و نفوذ آمریکا بر این سازمان نگران است و میگوید که در برابر این کار به اقدام متقابل دست خواهد زد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا از جابجایی موشک‌های روسیه در منطقه بالتیک انتقاد می‌کند و این کار را تهدید در برابر اروپا می‌داند. ادامه خبرها در تولو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از تولو. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با الیور استون فیلمساز آمریکایی در مستند اوکراین در آتش میگوید که از گسترش ناتو سخت نگران است. او میگوید که نفس ایجاد پایگاه‌های ناتو در نزدیک روسیه بسیار مهم نیست. چیزی که روسیه را نگران ساخته است نفوذ آمریکا بر ناتو است. هنگامی که یک کشور عضویت ناتو را به دست می‌آورد، نمی‌تواند در برابر فشارهای کشور بزرگ مانند ایالات متحده مقاومت کند و سپس چیزهای مانند سپر دفاع موشکی، پایگاه نظامی و موشک‌های تازه در این کشور نمایان می‌شود. اما روسیه در برابر افزایش پایگاه‌های ناتو در نزدیک مرزهایش چه خواهد کرد؟ ما باید اقدامات متقابل داشته باشیم، یعنی موشک‌هایمان را به سوی تأسیسات نشانه بگیریم که به باور ما تهدیدمان می‌کنند. همزمان با این روسیه موشک‌های پیشرفته اسکندر و اس-400 را در منطقه کالینینگراد در نزدیک مرزهای پولند و لیتوانیا که اعضای ناتو هستند جابجا و فعال ساخته است. ایالات متحده اقدامات روسیه را غیر ضروری می‌داند و از آن سخت انتقاد می‌کند. جابجایی موشک‌های اسکندر و اس-400 در کالینینگراد امنیت اروپا را بی‌ثبات می‌سازد.
در سالهای اخیر تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و روسیه بر سر مسئله شبه جزیره کریمیا و جنگ سوریه افزایش یافتند. حکومت ایران 11 تن آبهای سنگین را که از آن در تولید جنگ افزارهای هسته‌ای کار گرفته می شود به عمان انتقال داده است. رئیس سازمان هسته‌ای ایران می گوید که این کار بر بنیاد تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای انجام شده است. در همین حال او از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر می خواهد که به تعهدات خود مطابق توافقنامه هسته‌ای پابند باشند. آبهای سنگین که از آن در ریاکتورهای هسته‌ای به کار می رود، حکومت ایران این آبها را مطابق توافقنامه هسته‌ای از بر فروش به عمان فرستاد. رئیس برنامه هسته‌ای ایران می گوید که نزدیک به 11 تن از این آبها به عمان که نقش میانجی را میان کشورهای غربی و ایران درباره توافقنامه هسته‌ای ایران دارد فرستاده است. در همین حال او از کشورهای اروپایی و غربی می خواهد که به تعهداتشان مطابق توافقنامه هسته‌ای پابند باشند و از هر گونه سرپیچی از آن خودداری کنند. اعلام آمادگی از طرف مقابل برای خرید آب سنگین شده، نامه‌هایی رو دریافت کردیم و ما این مقدار آب سنگین رو فرستادیم و به هر حال ما طبق اون تعهداتی که در برجام داریم عمل میکنیم. انتظار ما این هست که طرف مقابل هم برابر با تعهداتی که داده در برجام عمل بکنه. این در حالی است که یافته‌های اخیر آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حکومت ایران تولیدات آبهای سنگین را از محدوده تعیین شده بیشتر ساخته است که از توافقنامه هسته‌ای با این کار سرپیچی کرده است. حکومت سوریه از تشکیل نیروهای داوطلب مردمی در پیکار با هراس‌افکنی در این کشور خبر می‌دهد. سخنگوی ارتش این کشور میگوید که این نیروها در کنار ارتش سوریه در برابر جنگجویان وابسته به گروه داعش و مخالفان خواهند جنگید. از سوی هم در اکنبار تصویری پخش شده دیده می شود که بخش‌های بزرگ از شهر حلب سخت صدمه دیدند. شهر حلب که دومین بزرگترین شهر سوریه است و زمان مرکز بازرگانی این کشور بود، از سال 2012 میلادی به این سو گوی درگیری‌های سنگین میان گروه‌های مخالف و ارتش این کشور است. ارتش سوریه که تلاش دارد این شهر راهبردی را از جنگجویان مخالف پس گیرد، مواضع مخالفان را با حمله‌های هوایی آماج قرار می‌دهد و در مقابل نیز جنگجویان مخالف بر بخش‌های زیر اداره حکومت سوریه دست به پرتاب موشک‌ها می‌زنند. این درگیری‌ها تاکنون سیمای این شهر را به گونه کامل تغییر داده است و به جای ساختمان‌های ویرانه چیزی دیگری در این شهر باقی نمانده است. این محل یک بخش مسکونی است و مربوط ارتش آزاد سوریه نیست، اما آنان این بخش ها را آماج بم های بشکه‌ای و راکت ها قرار می دهند. ما همه مسلمان هستیم، اما کجاست مسلمان و کشورهای عرب که از ما دفاع کنند؟ آیا آنان از خداوند ترس دارند که کودکان را به قتل می رسانند؟ در همین حال حکومت سوریه از تشکیل نیروهای داوطلب در حمایت از ارتش سوریه خبر می‌دهد و می‌گوید که این نیروها ارتش سوریه را در پسگیری شهرها کمک خواهند کرد. بیان صادر عن القیادة العامة در پاسخ به تحولات سریع و حمایت از ارتش سوریه و رسیدن به خواست مردم برای نابودی هراس‌افکنان در سوریه، فرماندهی عمومی نیروهای مسلح تشکیل نیروهای داوطلب را منظور کرد. آنان در آوردن صلح و ثبات در سوریه ارتش را کمک خواهند کرد. این در حالی است که اکنون در بخش‌های شرقی حلب از 6 تا 7 هزار جنگجو به سر میبرند. ارتش سوریه از آنان خواسته است که این بخش‌ها را ترک کنند، در غیر آن حلقه محاصره بر آنان تنگ‌تر خواهد شد، اما آنان در پیکارشان در برابر حکومت سوریه تاکید می‌ورزند. اخیراً 3 سرباز نیروهای مرزی هند از سوی جنگجویان وابسته به ارتش پاکستان در امتداد خط مراقبت کشمیر سر بریده شدند. ارتش هند با بیان این مطلب میگوید که در جریان 3 هفته اخیر 3 سرباز ارتش این کشور در بخش‌های سر بریده شدند که به زودی ارتش هند در برابر این اقدام نظامیان پاکستان واکنش نشان خواهد داد. در همین حال در انفجار یک بمب کنار جاده در نزدیکی شهر پشاور 3 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند. در ادامه تنش‌ها میان مرزبانان هند و پاکستان در امتداد خط مراقبت کشمیر، سربازان هند گواه عملات چریکی بودند.
نظامیان هند میگویند که هرچند بیش از این درگیری ها میان مرزبانان هر دو کشور رخ دادند، اما در 3 هفته اخیر جنگجویانی که از سوی حکومت پاکستان حمایت می شوند به گونه انفرادی به پاسگاه های ارتش این کشور حمله کرده‌اند و تاکنون 3 سرباز را سر بریده‌اند. از سوی هم در انفجار یک بم کارگزاری شده در کنار جاده در نزدیک شهر پشاور 3 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند و 8 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخم برداشته‌اند. هنگامی که ما از منطقه مدینه با موتر در حرکت بودیم، در مقابل ما موتر حامل سربازان در حرکت بود. فاصله میان ما 10 متر بود که ناگهان این رویداد رخ داد. این انفجار برخواسته از مواد جاسازی شده بود. ما به محل رویداد با آمبولانس رسیدیم. 2 سرباز کشته شده بودند و 7 تن دیگر زخم برداشته بودند. در همین حال جماعت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفته است و میگوید که هدف این حمله نیروهای امنیتی پاکستان بود. باورهای وجود دارند که حملات مشابه همچون حملات انتحاری دیروز در یک مسجد برای دامن زدن جنگ‌های فرقه‌ای در افغانستان انجام می‌شوند، اما خانواده‌های قربانیان این رویداد این همه تلاش‌ها را برای از میان رفتن همبستگی مردم ناکام می‌دانند و بر همگرایی میان شهروندان کشور تاکید می‌ورزند. از سوی هم عالمان دین حملات انتحاری را برخلاف آموزه‌های دین اسلام می‌دانند. هوشش را از دست داده است. 2 برادرزاده‌اش که یکی آن 6 سال و دیگرش 12 سال داشت در چند قدمی مرد انتحار کننده بودند. بعد از 20 سال خدا اولاد نداد. بعد از 20 سال خون حسین گرفت، دکتر رفت، دیگر رفت، 2 بچه خدا داد. آرزو شدیم بزنی ظالمای خدا ناتست گرفت. هر دو که شده و دست بردیم اونجا دفن کردیم. خدا یاره در قذب گرفتار کنه. یک روز پس از این رویداد هنوز هم فضا در این مسجد آشفته است و بوی خون در این فضا آزاردهنده است. این همه بوت‌های برجا مانده از قربانیان این رویداد هستند. نجیب از این میان در جستجوی بوت برادر 13 ساله‌اش است که قربانی این رویداد شده است. این چپلی از برادرم بود، مجید احمد، شهید 13 ساله بود. بسیار دستش داشتم، بسیار. خواهرزاده‌اش که 11 سال داشت برای فراگیری آموزش‌های قرآنی همه روزه پس از مکتب به این مسجد می آمد. اما در این رویداد بدنش آتش گرفت و با همه آرزوها رخت سفر بست. از او تنها همین بکس مکتبش برجا مانده است. جان داشت ولی صورتش سوخته بود، پاهاش گوشهاش اصلا پاچیده بود به هم، یعنی استخواناش معلوم میشد. برخی این گونه حمله ها را به گسترش دامنه جنگ های فرقه‌ای از سوی برخی از کشورها در افغانستان پیوند می‌دهند. کشورهای بیرونی به خاطر یک سری منافع خودشان در افغانستان آمدن، میدان جنگ جور کردن افغانستان را و میخوان تصفیه حسابهای مذهبی، قومی و نژادی خودشان را در افغانستان امتحان بکنن. اما آیا کشتن افراد بیگناه بر بنیاد آموزه های اسلام جایز است؟ بر اساس آموزه های دینی و آیات و روایات بسیار فراوان، کشتن انسان بیگناه بزرگترین معصیت و گناه است. در یک ماه اخیر این 3مین حمله مرگبار بر عزاداران حسینی در کشور است. در این رویداد به هیچ مقام آسیب نرسیده است و گفته می شود که برخی از افراد نادار که برای به دست آوردن نذر به این مسجد آمده بودند قربانی این رویداد شدند. ریزش برف در ولایت بغلان سبب شده تا باشندگان این ولایت یک بار دیگر دور از ناامنی‌ها خوشنودی کنند. در نخستین ساعت صبح روز دوشنبه ریزش برف شمار از ولایت‌های شمالی کشور را سفیدپوش نمود. شمار از باشندگان ولایت بغلان ریزش برف را در فصل سرما جشن گرفتند و دور از دغدغه‌های ناامنی برف جنگی کردند. آنان میگویند که برف با رنگ سفیدش پیام آور صلح میباشد و آرزو دارند که با بارش برف جنگ در این ولایت پایان یابد. بارش نخستین برف امسال بیشتر ولایت‌های شمال کشور را سفیدپوش کرده است. امسال نخستین برف در بغلان یک بار دیگر سبب شده است تا باشندگان این ولایت جنگ را فراموش کنند.
برفباری که امروز در شهر پلخمری ولایت بغلان شده بسیار خوش هستیم و همچنان از دولت مردای خود تقاضای زیر داریم که مواد سوخت بهای سوخت ارزان بسازه. ضمن نزدیک ما بسیار خوش هستیم، ولی این خوشی خود با غم تمام از عزیزای خود، از فامیلای خود که در این آب و هوای سرد حتی چوب سوخت ندارند در خانهشان، ما بسیار زیاد متاثر هستیم. جوانانی که در این روز برف با هم به خوشی پرداختند میگویند که برف پیام آور سال هست و امیدوار هستند که پس از این در ولایتشان جنگ رخ ندهد. برف هم همچنان نمونه ای از صلح و خوشبختی است، چون رنگ سفید داره. آرزو میکنم این رنگ سفید برف کینه و کدورت از دل همشهریان، از دل تمام مردم افغانستان دور کنه. بسیار خوش هستیم و ایره به فال نیک میگیریم و خدا کنه که برف اولین برف نباشد در زمستان. بیشتر باشندگان ولایت بغلان که کشاورز هستند ریزش برف بر زمین‌های کشاورزیشان را مفید و اثرگذار می‌دانند. یک خانواده در ولایت بغلان میگوید با آنکه 2 ماه از قتل دخترشان میگذرد اما تا اکنون دولت نتوانسته است که قاتلان را گرفتار کند. این خانواده ادعا دارد که دخترانشان از سوی خانواده شوهرش به قتل رسیده است اما حکومت در گرفتاری این قاتلان بی‌پروایی میکند. این خانواده عدالت میخواهد و هشدار میدهد که اگر قاتلان دخترشان به پنجه قانون سپرده نشود دست به تظاهرات خواهند زد. در همین حال پلیس بغلان میگوید که تا اکنون چند تن در پیوند به این قتل گرفتار شدند. خشونت دیگر در برابر زنان در ولایت بغلان. این مادری است که 2 ماه پیش دخترش را به قتل رساندند. او عدالت میخواهد. میگوید که خانواده شوهر دخترش پس از لطوکوب دخترش وی را به قتل رسانیده است، اما تا کنون قاتلان آزادانه گشت و گذار دارند. یک مال میگن که دختر گرفته و یک مال میگن که موتر زده با دیگه میگن که والا اون آیتونه تا دیگه دست تو همین شویش میگن آدم خطر انجام میگردن بچه باخته. پدر دختر میگوید که زورمندان در بغلان از قاتلان پشتیبانی میکنند، از همین رو حکومت نمیتواند که قاتلان دخترشان را گرفتار کند. قاتل اینا فعلا میگرده بچه اعلا کرده مرده گذاشت 2 نفر گشت قرار مثال اعلا کرده والا زور بشه اومده اما بسن نمیرسن اصلا نمیده اگر باخوز نمیکنه بسن اعلا کنه گلشه من میدم باز کار بخیر. در همین حال ریاست امور زنان بغلان میگوید که خشونت‌های اخیر در برابر زنان در این ولایت تکان دهنده است. دلیل زیر ما بیشتر در ناامنی‌های اخیری که در ولایت بغلان وجود داره و همچنان مسئله غیر مسئول که در ولایت بغلان در ساحت ناامن اونها فعالیت دارن، اینمی از دلایل است که بیش قضای خشونت علیه خانم‌ها بیشتر باشه. اما پلیس بغلان میگوید که در پیوند به این قتل چند تن گرفتار شدند. در 10 روز اخیر این سومین رویداد خشونتبار در برابر زنان در بغلان است. پیش از این خانواده یک دختر 5 ساله ادعا کرده بود که بر دخترشان تجاوز شده است. شورای ولایتی ننگرهار میگوید که طالبان از فرآورده‌های زمین‌های کانال ننگرهار باج میگیرند. شمار از اعضای این شورا و بزرگان اقوام ننگرهار میگویند که طالبان باجگیری از زمینداران و باغداران را منبع نبردشان در این ولایت قرار دادند. آنان هشدار میدهند که اگر جلوی این باجگیری ها گرفته نشود طالبان این کارشان را گسترده تر میسازند. در همین حال مقام های محلی ولایت ننگرهار نیز میپذیرند که طالبان در ولسوالی بتیکوت دست به باجگیری میزنند. شماری از اعضای شورای ولایتی و بزرگان اقوام ننگرهار میگوید که طالبان از فرآورده‌های هزارها جریب زمین کانال ننگرهار باج میگیرند. آن میگویند که طالبان این پولها را در نبردهایشان هزینه میکنند. دا ټول طالبان په اجاره ورکوي، هلته خپل کانال رئیس لري، مدیران لري، دا فارمونه بیل هم د هندوانو نه د خټکو نه او د غنمو نه خپل مکمل چې څه مطابق د اصول خپل دغه ترخلي پیسې ترخلي. هماغه شکل ټیکس یا اجاره چې کوم دولت ته ورکول کېږي هماغسې باید طالبانو ته هم ورکړي، نه یوازې په بټیکوټ کې بلکې په ډېرو ساحو کې دا خبره شته ده. در این حال نمایندگان ننگرهار در شورای ملی هشدار میدهند که اگر جلو این باجگیری‌های از طالبان گرفته نشود طالبان این کارشان را گسترده می‌سازند. په هغې باندې جدي کار شوی او کار پر روان دی په دې خاطر باندې چې د هغوی د جګړې تمویل اکثره د دغسې د پروګرامونو نه لکه د دې نه د بعضې معدنونو نه
دوی حکومت سره پلان شته چې موږ په دوی باندې دغه خپل مالی اعداد ودرو. از سوی دیگر ریاست کانال ننگرهار از حکومت می‌خواهد تا زمین‌های این ریاست را از اداره طالبان بیرون کند. د 3 کاله ځمکې توزیع شوي آزادانه ښه دولت هغه په خبر د مخې څوک نشي نیولی. زیتون باغونه لکه زه تعمیر م د ما په حضورداشت کې په زوره جبري دی کرل که هر څومره دی سره موږ خبره کوله دی به ویل ستاسو د موږ معمولین هستئ دلته چې راځئ تاسو به د موږ رسوخات او د موږ هغه منئ. مقام‌های محلی ننگرهار نیز می‌پذیرند که طالبان در بخش‌های زیر ادارهشان از مردم باج می‌گیرند. موږ به په دې اړه تعبیر ونیسو خو تر دا مهاله د باج اخیستنې یا کومه بله ستونزه له موږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې و په منظم ډول چارې ترسره کېږي ولې ځینې سیمو کې به امنیتي ننګونې وي چې دا په دومره لوړ کچه باندې نه وي. ریاست کانال ننگرهار پیش از 11,000 جریب زمین در ناحیه ششم شهر جلال‌آباد و ولسوالی و حقوق ننگرهار درخت‌های مالته، سبوس و لیمو حاصلات دارد و فابریکه زیتون، لبنیات و فارم‌های مالداری نیز وزارت امور زنان از کاهش 7% خشونت‌ها در برابر زنان در ولایت هرات خبر می‌دهد. معین این وزارت می‌گوید که آمارها نشان می‌دهند که امسال آمار کمتری در مقایسه با سال پار در میزان خشونت‌ها در برابر زنان به ثبت رسیده است. اما شمار از فعالان جامعه مدنی ولایت هرات می‌گویند که امسال گونه‌های خشونت در مقایسه با سال‌های پیش نگران کننده بوده است. وزارت امور زنان اینجا برنامه 3 روزه را آغاز کرده است تا علتها و چگونگی خشونت‌ها در برابر زنان در هرات را جستجو کند. در این برنامه همچنان راهکارهای از میان برداشتن این چالش‌ها نیز به بحث گرفته می شود. اما به نظر می رسد که امسال بر زنان کمتری در این ولایت خشونت شده است. معین وزارت امور زنان از کاهش 7% خشونت‌ها در برابر زنان در این ولایت سخن می‌گوید. به سطح هرات 7% کاهش پیدا کرده و همونطور به سطح مرکز ارقامی که با تناب وزارت امور زنان ثبت است کاهش نشان میده. تقریبا 10% کاهش نشان میده. در همین حال رئیس امور زنان هرات میگوید که در سال پار 400 رویداد خشونت بر زنان در این ولایت ثبت شده است، اما امسال میزان این خشونت‌ها کمتر بوده است. این کاهش که آمار خشونت نشان میده البته این آماری است که در کمیسیون من خشونت ولایت هرات به ثبت رسیده. یک تعداد از اینها در حال بررسی هست. خود شما میفهمید که یک شکایت خشونت محسوب نمیشه تا زمانی که طی مراحل نشه دوسیه و تثبیت نشه که واقعا قضیه خشونت بوده. اما شمار از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات نگران گونه‌های خشونت در برابر زنان در این ولایت هستند. هرچند این فعالان تاکید می‌ورزند که کاهش بر خشونت‌ها در برابر زنان در هرات رونما نشده است. در 1-2 سال گذشته ما شاهد بودیم و متاسفانه بیشترین تاثیر را بر زنان داشته. من فکر می‌کنم که خشونت‌ها همچنان به قوت خودش باقی است. من موافق هستم که ناامنی باعث از این شده که آمار خشونت‌ها بر علیه زن‌ها زیادتر بره، بالا بره، خودکشی‌ها زیادتر شده، قتل‌های زن‌ها زیادتر شده، عدم رسیدگی به حقوق زنان بسیار کمتر است. هرچند پیش از این ادامه خشونت‌ها بر زنان به دین و فرهنگ ارتباط داده میشد، اما شمار از آگاهان بر این باورند که این گونه رویدادها رابطه مستقیم با فطرت انسان‌ها دارد. خشونت علیه زن وابسته به دین، آیین، فرهنگ خاصی نیست و متعلق بسیار جا که داد میزنه از فقر و مثلا بیسوادی و بیدانشی است. این هم نیست. این یک روند طبیعی در درون همه موجودات زنده است، چه انسان باشه چه حیوانات غیر انسانی. آمارهایی که وزارت امور زنان ارائه می‌کند نشان می‌دهند که خشونت‌ها در برابر زنان در دیگر ولایت‌های کشور 10% کاهش یافته است، اما این میزان در هرات 7% ثبت شده است. در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. فوتبال بازیکن را مجبور می سازد که 90 دقیقه دویدن در اوج هیجان و جنگیدن بر سر توپی که تمام 11 رقیب دیگر به آن چشم دوخته‌اند را تحمل کند. یک بازیکن فوتبال باید سریع باشد، قدرت پیشبینی سریع، کار تیمی خوب و هماهنگی چشم و توپ سطح بالایی داشته باشد. نمره فوتبال در بین این 10 ورزش در زمینه چابکی بالاترین و در زمینه استقامت و سرعت نسبتاً بالاست. بیسبال این ورزش بیشتر ذهنی است.
چون نیازمند هماهنگی چشم و دست فوق‌العاده دارد و بازیکن باید هر لحظه آماده باشد. ضربه زننده مجبور است حرکت توپ را با استفاده از چشمهایش دنبال کند و گاه این کار با توجه به سرعت توپ می تواند واقعا سخت باشد. این ورزش در زمینه هماهنگی چشم و دست بالاترین نمره را دارد. ژیمناستیک. در این ورزش انعطاف پذیری یکی از الزامات است، چون فرد مجبور است با بدنش مانور بدهد. و شجاعت هم نیاز است، چون گاه ژیمناست ها حرکاتشان را با سرعت بسیار بالای اجرا می کنند که ممکن است در صورت بروز اشتباه آسیب‌های شدید به جا بگذارد. ژیمناست ها برای انعطاف پذیری نمره کامل 10 بالاترین نمره در زمینه دشواری و برای شجاعت و جسارت نمره بالای به دست می آورند. تنیس. اگر تا به حال یک مسابقه تنیس گرند اسلم را نگاه کرده باشید، دیده اید که بعضی وقتها ممکن است یک رقابت بیش از 2 ساعت به درازا بکشد. به همین خاطر برای پیشرفت در این ورزش قهرمانان باید بونه بی‌نظیر به علاوه قدرت خوبی برای اجرای سرویس های فوق‌العاده سریعی که تبدیل به امتیاز می شوند و همچنین چابکی داشته باشند. این ورزش در زمینه هماهنگی دست و چشم نیز نمره بسیار بلندی دارد. هنرهای رزمی سخت‌ترین ورزش جهان. برای آنکه یک رزمیکار کاملا آموزش دیده شود، باید یک انسان بسیار سرسخت باشد. نحوه تمرین هایی که فرد در هنگام آموزشی که همراه با درد و خستگی است با آنها سر کار دارد می تواند خارج از تحمل باشد. هنرهای رزمی مستلزم استقامت، قدرت، هماهنگی چشم و دست است. کشتی. این ورزش نیازمند قدرت و استقامت فراوان و همچنین سرعت عمل بالاست. در این ورزش اگر دیگر نتوانید حرکت اجرا کنید، بازی را میبازید. بسکتبال. به لحاظ آماری این ورزش نیازمند چابکی فوق‌العاده، عکس‌العمل‌های خیلی سریع، هماهنگی چشم و دست عالی و همچنین دقت عمل است. گاهی بازیکنان به شدت آسیب می‌بینند، به خصوص به خاطر چرخش‌های سریعشان در بازی یا گاه قوزک پاهایشان می‌شکند. فوتبال امریکایی یا رگبی. جای تعجب ندارد که فوتبال امریکایی در بین 3 سخت‌ترین ورزش قرار دارد. این ورزش فیزیکی نیازمند قدرت، استقامت بسیار زیاد و اعصاب فولادین است. ورزشکاران ممکن است دچار ضربه مغزی شوند، اما این امر باعث نشده است که این نوع فوتبال در امریکا پربنینده ترین ورزش نباشد. آکی روی یخ. یک فرد برای اینکه بتواند آکی روی یخ را یاد بگیرد، ابتدا باید یک اسکیتباز روی یخ باشد. در زمین یخی بازیکن روی تیغه های کفش اسکیتشان با سرعت برق حرکت می کنند و اما روی یک توپ آکی کوچک تمرکز دارند. بنابراین هنگام بازی به قدرت، سرعت و دقت بسیار زیادی نیاز دارد. و مشت‌زنی. این ورزش سخت‌ترین ورزش جهان است. پیروزی در این ورزش نمایش واقعی از هماهنگی بی‌نظیر چشم و دست، قدرت، سرعت، چابکی و بسیاری چیزهای دیگر است. به خاطر استرس فیزیکی که مشت‌زنی بر مشت‌زنان وارد می کند، آنها می توانستند در یک زمان فقط چند مسابقه را اجرا کنند. هر بار که پا بر رنگ بگذارند، تقریبا از پیش تضمین شده است که تا پایان مسابقه اگر دستشان نشکند یا دچار خونریزی بینی نشوند، به خاطر شرکت در رقابت دچار آسیب‌های خواهند شد.
در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش، تیم چیتا کانگ وکنس که در آن نبی ایساخیل ملی پوش کرکت کشور بازی می‌کند، توانست به برتری در برابر کوملا ویکتوریانز که در این تیم نیست راشد آرمان دیگر ملی پوش برتر کشور بازی می‌کند را شکست دهد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بتنگ یاران راشد آرمان آغاز کردند و با از دست دادن 3 بازیکن در 20 آور 183 دوش را به تیم حریف هدف تعیین کردند که از جمله خالد لطیف برای تیم کوملا ویکتوریانز خوب درخشید و 76 دوش انجام داد. در مقابل بازیکنان تیم چیتا کانگ وکنس بازی را خوب آغاز کرد و با از دست دادن 4 بازیکن در آور 20 بازی توانست هدف داده شده حریف را برآورده سازد و پیروزیش را جشن گرفت. در این دیدار نبی ایساخیل در بخش بتنگ نمایش خیره کننده داشت و توانست 46 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در پایان این دیدار نبی ایساخیل از سوی کادر فنی برگزاری این پیکارها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.